تا حالا فکر کردید مکانیسم ماشه چه بلایی سر اقتصاد ایران میاره؟ این مکانیسم طوری طراحی شده که اگه ایران تعهداتش رو نقض کنه بدون رأی‌گیری جدید همه تحریم‌ها برمیگردن. فعال شدنش مساوی با مسدود شدن حساب‌های بانکی، محدودیت فروش نفت و فلج شدن تجارت بین‌المللیه. درآمدهای ارزی کم میشه، ریال سقوط میکنه و تورم شدید بالا میره. سرمایه‌گذاران خارجی ایران رو ترک میکنن و انتقال تکنولوژی متوقف میشه. این یعنی بیکاری بیشتر، پروژه‌های عمرانی نیمه کاره و افت رشد اقتصادی. از طرف دیگه اعتماد سیاسی کمتر میشه و تنش با غرب و همسایه‌ها بیشتر میشه. خلاصه مکانیسم ماشه فقط یک ابزار سیاسی نیست، یه تهدید دائمیه که اقتصاد ایران رو بی‌ثبات نگه می‌داره. فرانگاه رو سابسکرایب کنید تا با هم از تحلیل‌های ژئوپلیتیکی لذت ببرید.